سلام، وقت همگیتون بخیر باشه. امروز میخوام راجع به مارتینگل باهاتون صحبت کنم که ببینیم به چه شکل تو بحث حالا ترید کردن میتونیم از مارتینگل استفاده کنیم، انواع مدلش رو بهتون بگم و دقیق با هم دیگه جزئیات رو چک کنیم و در نهایت تجربه خودم از استفاده از مارتینگل، اونم در یک بازه زمانی بلند مدت رو در اختیارتون قرار میدم که حالا امیدوارم که براتون مفید باشه. خب ببینید، یک تعریف کلی اولا که بخوام از مارتینگل بدم خیلی سادهش میشه افزایش ریسک بعد از هر باخت. به فرض مثلا شما اگر یه استاپ مثلا میگم، حالا این مدل مختلفه که حالا بعد از اینکه توضیح دادم میریم رو تخته اینا رو پیاده سازی می‌کنیم که قشنگ براتون باز بشه. ولی قبل از اون یه بخوام توضیح کلی بدیم، به فرض مثلا شما فکر کنید یه استاپ $100 داری، اینجا اولین بار استاپتون میخوره، روش کلاسیکش دو برابر میکنه، یعنی میاد پوزیشن بعدیتون ریسکتون دو برابر میشه $200. پوزیشن بعدی $300 و هدف این مارتینگل چیه؟ هدفش جبران خسارت‌های قبلی هم هست، به علاوه یه سود بزرگتر که هم ضررها رو پوش کنه، هم یه سود زیادی رو براتون بیاره. حالا میگم مدل مختلفی داره که قشنگ میرم تخته اینا رو براتون باز میکنم. اول باز کنم براتون، خیلی جا مارتینگل رو به اسم مدیریت سرمایه یا چیزی معرفی میکنن، اصلا اینطور نیستش. مارتینگل در اصل یه نوع استراتژی شرط بندیه، نه یک مفهوم مالی. اینا در درجه اول متوجه بشید. این اصلا کجا اومدیم؟ خب خیلی وقت میشه، اصلا قرن 18 اینا بعد تو بازی‌های قمارگونه مثل رولت استفاده میشد که مثلا حالا نمیدونم آشنایی داشته باشین یا نه، به فرض مثلا شما بازی ساده است، یه گردونی میچرخونید، به فرض مثلا شرط بندی میکنید، دو رنگ داره، به فرض مثلا قرمز و آبی. به فرض اگر آبی اومد دو برابر پولتون رو میگیرید، اگر قرمز اومد، اگه مثلا رو آبی شرط بسته باشید به قول از دست میدید، مثل سکه. مثلا شما لیست ساده تصور کنید. این از اونجا اومد و دیدن که یه نوع استراتژی شرط بندی بوده. مثلا فکر کنید مثلا هر بار طرف میومد اون ریسکش رو بالا میبرد. چرا؟ چون که میگفت که من در نهایت با سود خارج میشم. برای همینم توی اکثر کازینوها یه سری قوانین وضع کردن که اومدن جلوگیری کنن، گفتن تا چند بار میتونی این کارو انجام بدی. یعنی نمیذارن که طرف بیاد مثلا تا 20 بار 30 بار این کارو انجام بده، چون دیگه علنا مفهوم شانس دیگه از دست میده. چرا؟ چون که توی بازی کازینو یا بازی شانسی یا اصلا سکه شیر و خط هم بخوام بندازید، بالاخره شما جام آماری میگه که اگر هیچ دستکاری نشده باشه شما احتمال 50-50. حالا بعضی وقتا میبینید 3 بار مثلا خط میاد، بعدیش دوباره شیر میاد و برای همین توی قمار از این استفاده میکنن که به قول در نهایت با سود خارج میشن. این قالب رو آوردن توی ترید. چرا آوردن توی ترید؟ چون که خیلی شباهت داره بعضی چیزاش، مثل اینکه اونجا هم دقیقاً برد و باخت داره. اینا اومدن گفتن آقا پس ما همین رو بیاریم توی ترید و این میشه که میتونیم به یک به قول سودای خیلی بزرگ برسیم بدون اینکه ضرر کنیم. ما در نهایتش به سود میرسیم. در واقعیت مارتینگل خیلی جذابه، یعنی روی کاغذ، حالا میگم آخر سر توضیح میدم، روی کاغذ مارتینگل بسیار بسیار جذابه. به قول معروف که چون اصلا من یادم که فکر کنم ساله یادم دقیق نیست ولی فکر کنم 1.5 سال بود که ترید شروع کردم، با اصلا مفهوم مارتینگل رو آشنا شده بودم. یعنی من خودم به اینجا رسیده بودم که من باگ مارکت رو پیدا کردم. یعنی من خودم اینقدر خوشحال بودم، یعنی گفتم دیگه من امکان نداره با ضرر برم بیرون. خب امکان نداره و فکر می‌کردم که من باگ مارکت رو پیدا کردم و دیگه هیچی جلودار من نیست و همیشه با سود میان بیرون، اصلا ضرری در کار نیست. به مارتینگل تو یه حالت جذابه، تو حالتی که شما به منبع بی‌نهایت وصل باشی. حالا اگر مثلا بحث اون پوله به نقدینگی به منبع نامحدود وصل باشی، بله مارتینگل دیگه اصلا ریاضی دیگه 100% جواب میده. ولی وقتی شما اینا ندارید و حتی اگر فکر میکنید که مبلغ بزرگی کمی رو صحبت میکنم میگم باید ارقام رو تخته، متوجه میشین که از اون چیزایی که رو کاغذ قشنگه. ببینید خیلی‌ها میان مارتینگل هم از دقیقاً مثل داستان دیگه است. خیلی‌ها میان میگن که مثل بازاریابی‌ها دیگه، میگن شما تو فامیل فلانی نداری بفروشی، مثلا تو 2 نفر میگه آره، میگه اون 2 نفر نمیشناسه میگه آره، بعدم رو کاغذ میبینی که بله شما رفتی 3 نفر آوردی و 1000 نفر پشتبند اومدن و این چه شاخه بزرگ میشه. ولی تو واقعیت این اتفاق نمیفته و اینم از اون جمله چیزاست که رو کاغذ واقعا قشنگه ولی تو واقعیت نابود کننده است. این اولی ویدیو بگم، ولی من آموزش کامل بهتون میدم، قشنگ بازش میکنم ولی در نهایت هم تجربه خودمو باز در اختیارتون قرار میدم. اول ویدیو گفتم که قمار با ترید یه وجه تشابه داره، مثل اون برد و باخته، از دور که نگاه خیلی شبیه همن، ولی یه تفاوت خیلی بزرگی دارن که این سیستم تو اینجا جواب نمیده. ببینید مثلا قمار بدون رونده، ولی تو ترید یا هر چیزی که ترید می‌کنی بازار روند داره. یا یکیش دیگه این که مثلا قمار حافظه نداره، بدون حافظه است.
یعنی اون کانسپت قبلش برای ما مهم نیست، ولی بازار یه استراکچری داره، یه ساختاری داره. یا مثلا تو قمار معمولا باختاتون کوتاه مدته، چون رندوم خیلی به شانس ربط داره، کوتاه مدته، ولی امکان داره که توی ترید به همون دلیل روند و ساختار شما توی لوپ ضرر بیافتی و باختات شاید وین ریت خوبی داشته باشه، ولی می‌بینی وین ریت بهشه که باختای پشت سر هم زیاد داره و اینجاست که این به قول کارا با هم دیگه نمیخوره و کلا خیلی باگ داره که میگم از اون چیز رو کاغذ به قول قشنگه. و من اینو برای چی خواستم ویدیو بگیرم؟ من همون این ویدیو رو گرفتم که به بچه‌ها همیشه توی آموزشام میگم، من چیزی که حضوری هم آموزش به بچه‌ها میدم بهشون میگم من اینو برای چی بهتون میگم؟ برای میگم که اگر یک زمانی بعد چند سال یه دفعه با مفهوم مارتینگل آشنا شدین، نیافتین تو همون تله‌ای که من افتادم و همون اشتباهی که من کردم. فکر نکنید چه چیز عجیب غریبی و دیگه ما دیگه با بازار مالی با رنده می‌کنیم. بدونید که نه، اینم یک حقه است که نمیشه در نهایتش ازش خروجی گرفت. که من یکی از چیزایی که اولین باری که حساب بزرگ خودم کار کردم دقیقاً سر همین مارتینگل بودی که الان میگم حالا میریم کامل براتون توضیح میدم. اوکی، حالا این توضیح کلی بود که اصلا آشنا بشین. حالا میرم رو تخته با عدد ارقام بهتون توضیح میدم که مارتینگل به چه شکلی کار میکنه. خب بریم انواع مارتینگل. ببین مارتینگل که 1000 مدل داره. خب حالا من چند تاشو بهتون میگم که به کارم میاد. اولین حالت اصلا یه مارتینگل کلاسیک یعنی چی؟ یعنی شما بعد از هر باخت به قول معروف که ریسکتون رو 2 برابر میکنید. به فرض مثال اول 1% ریسک میکنید، بعدا 2% استاپ شدن و بعدی میشه 4%، بعدی میشه 8% و همینجور میریم جلو. خب تا زمانی که تیپی بگیریم. خب یعنی شما به محض تیپی گرفتی دوباره ریست میشه میاد رو اون اولین ریسکی که داشتی همیشه انجام میدادی. مثلا ما اگه یه حساب $1000 مثلا اینجا داشته باشیم، خب اولین ریسکمون هست $10، دومی $20، سومی $40 و بعدی هم $80. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما فکر کنید مثلا ما با ریوارد 2 داریم. خب به فرض مثال اول تیپی گرفتم 1% ریسک هم یه $20 میگم، دومی تیپی گرفتم میام هیچ کاری ندارم تا زمانی که استاپ شده. و اصولش هم به این شکلی شما نباید پوزیشن باز همزمان داشته باشید. یعنی توی باز زمانی شما فقط باید یه پوزیشن باز داشته باشید. بعد از اینکه شما استاپ خوردین، اولین استاپ خوردین، بعدی ریسکش 2 برابر میکنید. شما حساب کن مثلا اینم بیا مثلا 16%، بعدی هم مثلا میشه $160 به فرض مثال. خب تا همین چند تا بگم که متوجه بشید. حالا فکر کنید ما ریوارد 2 داریم اینجا. خب حالت عادی شما می اومدید چیکار می‌کردید؟ یه تیپی استاپ اینجا مثلا تا 5 تا استاپ ما جا داریم که کلا حسابو برگردونیم و حساب بزرگتر هم میشه. چرا؟ چون شما فکر کن مثلا من بعد حالت عادی مثلا شما فکر کن من اینجا تو حالت نرمش مثلا استاپم بوده $20 یا همون $10. خب شما اگر 3 تا استاپ بگیری، مثلا یا 4 تا استاپ بگیری یه تیپی، شما اگر ریسک هممون 1% باشه، خب شما 4 تا استاپ گرفتی منفی $40، بعدن یه تیپی هم گرفتی 20 تا گرفتی، اینجا میشه منفی $20. اگر شما بیاید چیکار کنیم به صورت نرمالش کار کنیم، ریسک 1%، شما 4 تا استاپ گرفتی یه تیپی منفی $20، اینجا شما ضرر میکنید. خب بریم برای حالت دوم. ببین حالت دوم ما 4 تا استاپ 4 تا کانسیکیوتیو استاپ داشتیم، این استاپ پشت هم میشه، بعدش تیپی گرفتیم مثل همین حالت قبل که مجموعش اگر استاپمون 1% بود ما در نهایتش با منفی 20 تا خروج میکردیم. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ حالا اینجا 150 تا 80 و 70 که میشه 150 تا از دست دادیم. اینجا 160 تایمون استاپ، تیپی میشه 320 تا و 320 هم منهای 150 میشه $170. مثبت $170 با مارتینگل. خب ببین چقدر جذابه. یعنی شما دیگه از استاپ خوردن اصلا نمیترسید. ببین شما اینجا بعد از 5 تا پوزیشن بازم رفت تو منفی، ولی اینجا بعد از 4 پوزیشن اشتباه استاپ و یک پوزیشن تیپی شما اومدی به قول $170 هم سود کردی. یعنی شما نزدیک 17% حسابو تونستی رشد بدی با همین مارتینگل. خب حالا من آخرش میگم، فقط من توضیح دادم. ببین مارتینگل کلاسیک یعنی فقط میاد 2 برابر میشه. یه مدل دیگه هم دارن که اصطلاحاً میشه نیمه مارتینگل، یعنی چی؟ یه دفعه حساب بالا نمیبرن. همینه. ببین قالبش همینه. حالا فرقش چیه؟ مثلا به جای 2% اینجا میذارن 1.5%، بعدش میکنن 2%، بعدش میکنن 2.5، بعدش میکنن 3.5، 4 و همینجوری میرن بالا. حالا با هر درصدی میتونید اوکی کنید. خب
که به قول معروف به این شکل میان درصدا رو میبرم بالاتر. برای چی؟ برای اینکه حساب مثلا شما اینجا بفرمایید به جایی که مثلا بشه اینجا $20 خب اینجا میشه $15 آرومتر، یعنی جا بیشتر باز میذاره برای اینکه شما تعداد استاپ‌های بتونید بیشتری بگیرید و این زمان رو خیلی بلندتر میکنه. خب به میگن اصلا نیمه مارتینگل. این مدل دومه. خب مورد سوم مثلا بهش میگن که آنتی مارتینگل، یعنی یه جور مارتینگل معکوسه. یعنی چیکار میکنن؟ زمانی که شما تی پی میگیرید، اون چیزی که گفتم استاپ میخورید میبرید بالا، این زمانی که تی پی میگیری ریسک رو 2 برابر میکنی و زمانی که استاپ میگیری ریسک تو نصف میکنه. حالا بازم اینم نیمه‌ش هم داره، مثلا حالا به جایی که مثلا 2 برابر کنی 1.5 برابر میکنه برای تی پی، یا مثلا اون به جایی که بیاد مثلا نصفش کنه 25% رو کم میکنه. اینا حالا میگم اون دیگه خیلی مدل مختلفه. حالا اون دیدگاه چیه؟ اون دیدگاهش اینه که وقتی که داریم تی پی میگیریم اصلا توی روندی قرار گرفتیم که احتمال اینکه تی پی پشت سر هم بگیریم بیشتره، پس ما تا میتونیم تی پی بگیریم و هی عددامون رو بزرگ کنیم. و برخلاف اون زمانی که استاپ میگیریم شاید ما استراکچر رو اینجا هم بعد متوجه شدیم یا جای بعدی هستیم قرار استاپ پشت هم بگیریم، یعنی اون دیدش بیشتر روی روند بازاره. و میگم زمانی که شما به این مناطق میرسید بیایم استاپامون هی کوچیک‌تر بشه و زمانی که رو روند خوب میافتیم تی پی هم بزرگ و بزرگتر بشه. این منطقی که داره. مورد بعدی 4 مثلا مارتینگل حالا بقاییه. یعنی چی؟ یعنی برای بقا کار میکنه. حالا یعنی چه جوریه؟ میگه من نباید با ضرر خارج بشم، اولین استاپی که خوردم فقط سعی میکنم که بدون ضرر خارج بشم. یعنی چی؟ مثلا من همه مثالا میزنم فیکسش ریوارد 2، شما حواستون باشه با ریوارد 1 اشتباه نگیرید یا با ریوارد بالاتر. فیکس ریوارد 2. حالا مارتینگل هرچی ریوارد بالاتر باشه خیلی عالی تر میشه و هرچی ریوارد پایین‌تر میشه خب اون چی میاد پایین‌تر دیگه. ولی من یه میانه گرفتم 2 که هضمش راحت‌تر میشه. حالا نکته که هست چیه؟ خب نگاه کنید توی حالت بقا میگه آقا من مثلا استاپم $100 خب من استاپای $100 دارم. این چی میاد چی میگه؟ میگه تا زمانی که تی پی میگیرم اوکی، ولی از جایی که من شروع کردم به استاپ گرفتن میاد چیکار میکنه؟ زمانی که اولین استاپشو میخوره میگه دیگه برای من مهم نیست، من فقط میخوام اون $100 استاپمو برگردونم. حالا ریوارد 2 گفتیم دیگه، یعنی استاپ بعدی چقدر میشه $50 خب که ریوارد 2 میشه $100 اگه تی پی بشه و اینو برمیگردونه. اگر اینم استاپ خورد چه اتفاقی میفته؟ میره بعدی میگه خب بعدیش بشه شکلی، میگه من $150 از دست دادم. خب با ریوارد 2 من اگر $75 بگیرم ریوارد 2 میشه چی؟ یعنی فقط به این میده که برگردونه اون ضررهای قبلیشو، یعنی دیگه اصلا به فکر سود نیست. به محض اینکه تی پیشو گرفت ضررشو پوش کرد تازه دوباره شروع میکنه رفتن روی به قول همون سیکل خوش. تو همین مارتینگل دیگه به محض اینکه شما تی پی میگیری اون ریست میشه، به قول کانتر ریست میشه و شما برمیگردی به ابتدای کاره. مورد بعدی که میتونه استفاده کنیم مورد 5 که اینم مثلا میتونه کاربردی باشه، ترکیب حالت بقا و مارتینگل کلاسیکه. خب یعنی چی؟ یعنی شما میگی ببین من مارتینگل میکنم تا یه سقف، ببین شما همین میگی سقف بعد داشته باشه، شما میگی آقا من 100 مثلا هر بار 2 برابر میکنم. خب یه دفعه ببین عددا اصلا تو بازار هیچ تضمینی نیست که شما بگی آقا من اصلا طوری که امکان نداره کانسیکیوتیوم زیاد بشه. یعنی بازار به این شکلی بعضی وقتا رقم میخوره شما میگی پشت هم استاپ میگیری. من عددا فکر کنم مثلا کوچیکه همینجوری زائد 2 میخوره، یعنی شما استاپ $1000 شده $1500 استاپ فقط. خب که من توضیح میدم حالا مشکلات کجا به وجود میاد. حالا این چه اتفاقی میفته؟ این میاد برای خودش سختی تعیین میکنه. میگه چی؟ میگه من تا مثلا 4 تا استاپ 3 تا استاپ مارتینگل میکنم 2 برابر. یعنی چی؟ میگه من مثلا میگم $100 اگه استاپ خوردم، بعدی $200، بعدی 400 تا، بعدی 800 تا مثلا. اگر دیگه این آخری $800 استاپ شد من دیگه رو ادامه نمیدم، یعنی من دیگه نمیخوام دیگه این مسیر رو ادامه بدم. میاد چیکار کنه؟ میاد میگه دیگه میخوام بقاییش کنم. چیکار میکنه؟ جمع تمام ضررات، حالا چون ریوارد 2 حالا این ریوارد 3 میتونه تقسیم بر 3 کنه، چون ریوارد 2 میگه مثلا اینجا 1200 میشه 1500 تا، میگه من با $1500 از دست دادم. خب میاد چیکار میکنه؟ میگه استاپ من باید باشه $750 که ریوارد 2 من 1500، دیگه فقط میره تو کار جبران ضرر، دیگه نمیره تو اون طمعی که ببرم بالا. خب دیگه حالا این دیگه کاستوم خود فرده، طرف میاد میتونه بگه من تا 2 تا مارتینگل میکنم بعدو میرم تو بقا،
یکی میگه من تا 3 تا مارتینگل میکنم، بعد اون واسه میگه من تا 7 تا مارتینگل میکنم، اگر نشد میام. اون دیگه بسته به مدل سرمایه و اون حجم پولی که بک‌گراند داره و میتونه ازش استفاده کنه. اینجوری نیست که مثلا هر کی بخواد دلی چیز بگه. شما اول باید حساب کنی که مثلا من 10,000 تا دارم، دیگه 30,000 تا پول دارم، تا کجا میتونم مثلا این مارتینگل رو ادامه بدم. خب بر اساس همین هم خیلی هم مثلا میان بیرون، نیست که همیشه ادامه بدم. خیلی هم سخت میذارن، میگم من تا 3 تا مارتینگل میکنم، اگه 3 تا جواب نداد دیگه پرمنش میبندم، ریست میکنم، میرم اولی. این دیگه باز به خودتون میشه، به اون استراتژی خودتون به اون برمیگرده. این شد 5 تا روشی که اصلا برای مارتینگل استفاده. حالا مارتینگل خیلی ریزکاری داره، این درصدا رو میان بالا پایین میکنن، این حالا کلی که مثلا از اینو میتونید استفاده کنید. همونطور که دیدین رو کاغذ خیلی قشنگه. خب همون چیزی که من خودم گولشو خوردم و یه مدت زیادی ازش استفاده میکردم. حالا بریم سراغ مشکلات و تجربه‌ای که خودم دارم و اینکه چه اتفاقی برای شما. دیدین که مثلا شما الان فکر کن شما سر 4 اینجا تیپی بگیری، خب سر 4 تیپی بگیری، شما مثلا اینجا 1600 دلار میگیری، چقدر دست دادی؟ کلا 700 دلار از دست دادی، 900 دلار سود میکنی. خب خیلی عدد بزرگیه. زمانی شما انگار یه ریوارد 9 گرفتی از اون 100 دلار، اونم بدون هیچ ضرری. خب خیلی وسوسه انگیز مارتینگل. میگم اون موقعی که من خودم فهمیدم فکر کنم من باگ بازار رو متوجه شدم که من قشنگ میتونم دیگه هر جور که میخوام پول در بیارم و ضرر ندم. حالا بریم سراغ مشکلاتی که دارم. خب ببینید من هم مشکل ریاضیشو میگم، هم مشکل روانی که چجوری میشه که این کار خروجی نمیده. اول اینکه اول کار بگم، اگر مثلا با پراپو اینا کار میکنید که اصلا نمیتونید این کارو کنید. خب چون من خودم پراپو کار میکنم، هم حساب شخصی، تو پراپو که اصلا نمیتونید کار کنید، چون اینا مثلا میگم 1% بفهم مثال 2% ریسک شناور دارید یا 5% در روز میتونید مثلا درآمد کلتون روزانه‌تون. شما تو اون مواقع که نمیتونید اصلا چیکار کنی. شما وقتی بخواید دوبلش کنی یعنی یه پوزیشن میدی 5% حساب ریسک داره، ریسک شناور شما 2%، یعنی اصلا اونایی که نمیتونید کار کنی. حالا من بیشتر موضوع حساب شخصی. اول موردش اینه که شما استاپات خیلی کوچیک میشه مبلغ. چرا؟ مثلا شما فکر کن من مثلا 10,000 تا پول دارم، خب تو حالت عادی میخوام چیکار کنم؟ بیام اینو 1% یا 2% ریسک کنم. خب مثلا استاپا میشه 200 دلاری. درست شد؟ ولی شما اینو اگه بخواید مارتینگل کنید، چون ضریب 2 میخوره، این یه دفعه تصاعدی میره بالا و شما باید از عددهای خیلی کوچیک شروع کنید که جا بذارید برای 10 تا 15 تا استاپ که مثلا این بیاد اونها رو پوش کنه. که شاید الان میگم شاید براتون خنده‌دار بشه، آخه کی آخه 15 تا 10 تا استاپ پشت هم بگیره. خب حالا بهتون میگم. خب ببینید چه اتفاقی میفته. این اولین مشکلشه. یعنی شما باید به نسبت اینکه استاپتون ثابت بوده، شما باید اولین استاپتون رو خیلی کوچیک‌تر در نظر بگیرید که این تصاعد که میره بالا، این بالاخره یه عددی بشه شما کیف شما رو جواب بده. یعنی شما اگه همون استاپ عادیتون میگرفتی خیلی خیلی سیفتر و ایمن‌تر. خب یه چیزی هست که فقط کسایی که اینو تجربه کرده باشن متوجه میشن چی میگم. یعنی اگر کسی تا حالا از مارتینگل اونم به مدت طولانی استفاده نکرده باشه، اصلا حرفای منو احتمالاً متوجه نمیشه. خب ببینید مارتینگل بزرگترین باگش روانیه. یعنی چی؟ شما که شروع می‌کنی به مثلا مارتینگل اصلا شرط بندی اومده و دقیقاً روبروی هر چیزیه که شما برای تریدر شدن نیاز دارید. خب یعنی چی؟ اولین چیزی تو ترید به بچه‌ها من همیشه آموزش میدم اینه که آقا شما باید باخت تو بازار قبول کنید. جزوی از بازاره. ما قرار نیست که اصلا شما برید بانک‌های بزرگ دنیا کی پس اینا پول از دست میدن و اینا کیان؟ خب باخت قسمتی از بازاره. و تو مارتینگل میاد برعکس اینو میگه. میاد نه اصلا ما نمیخوایم باخت بدیم. یعنی اون رویه ضرر نکردن است. یعنی اون ترسی که من نمیخوام ضرر بدم. و اصلا میگم مخالف مارکتینگ یا انتقام. یعنی شما همش حالت ریونج تور دارید. میگم من میخوام این شد اشکال نداره، بعدی انگار همش در پی گذشته چیزی. ما بچه‌ها میگیم آقا اصلا با پوزیشن قبلتون کار نداشته باشین چی بوده. نداشت با روز قبلتون کار نداشته باشین، با ماه قبلتون کار نداشته باشین. شما وقتی میشین پای سیستم میخوای پوزیشن این نباید به قبلیات کار بشه و این دقیقاً مثلا باید به قبلیات کار داشته باشی. خب این مورد. و یه موردی که خیلی عجیب میدونید چیه؟ شما اصلا استراتژی رو به هم میریزه. چرا؟ نکته جالب. ببین شما وقتی شروع می‌کنید مارتینگل، چون هر چی عدد بزرگتر میشه شما پروفیت بیشتر. شما مثلا شما فکر کن مثلا استام 100 دلاریه، ریوارد 2 داری، هی 200 دلار میگیری بیای بیرون. خب ولی شما اگر 3 تا ببین حالا نکته جالبه. ببین شما اگر 4 تا مغز موتوری که وقتی یه چیزی رو میبره بهش پاداش میده و حس خوب میده، سیستم مغزی ما دیگه. حالا نگاه کن مغز کاش به کجا میذاره. شما 4 تا کانسیکیوتیو تیپی داری، یعنی 4 بار تیپی میگیری، مجموعاً چقدر میگیری؟ مجموعاً میگیری 4 تا 800 دلار سود میکنی. درست شد؟ حالا ولی تو اینجا میاد 200
100 200 400 800 1600. خب شما 4 تا استاپ بگیری با یک میشه 4 تا دیگه، آره 4 تا استاپ بگیری، پنجمیش رو تو این مدل تیپی بگیری میشه 1000 و تقریبا نزدیک 1600 700 دلار سود میکنی. خب و این اتفاق بود که اوایل من میافتاد. من حسابم خیلی بزرگ کردم با مارتینگل و گفتم اصلا دیگه نمی‌دونم خوشحالی چیکار کنم. این چه اتفاقی میفته؟ مغز شما شرطی میشه از این قالب دیگه خوشش میاد، نه این قالب که پشتم تیپی بگیری. خب یعنی باور کن مثلا تیپی مثلا پوزیشن اول تیپی میگرفتم دپرس میشدم. چی آخه الان روز حداقل 2 تا استاپ بخوریم که این عدد بزرگ بشه رشد کنه، یه پول خوبی بگم دیگه، این پولا بهتون مزه نمیده. خب دیگه اون استاپ های کوچیک اصلا اوایل اصلا به کارتون. حالا این کجا مشکل به وجود میاره؟ زمانی که شما دیگه پایبند به استراتژی نیست، ترسی نداری از استاپ خوردن، اصلا استاپ خوردن استقبال میکنه اوایل کار. خب دوست داری که استاپ بخوری که عدد بزرگ بشه بتونی پول بزرگتری بگیری و این موجب چی میشه؟ مثلا پوزیشن اول مثلا زیاد طبق استراتژی نیست بگیرم، حالا اگه تیپی شد یعنی میریم تو قالب شانس. یعنی مارتینگل رو اگر با ترید قاطی کنید، همون چیزی که خیلی میگن انگار شما قماربازید، یعنی الان شما دارید قمار میکنید، یعنی دیگه اون موقع به شما نمیشه گفت دارین ترید میکنید واقعا. چرا؟ چون انقدر احساساتتون درگیر میکنه. شما میگید آقا مثلا پوزیشن سالا اگه تیپی شد که شد شانسیه، میرین تو قالب شد، اگه نشدم که چه بهتر، میرین رو پوزیشن بعدی. یعنی شما اصلا اگر مارتینگلتون مثلا یه لوپ مثلا 8 تا 10 تا داشته باشه، اصلا شما دوست ندارید تو 2 تا اول تیپی بگیرید و دوست دارید پشت هم حساب بگیرید تا این عدد بزرگ بشه. خب حالا این 2 تا اول بی اهمیته، 2 تا وسط جالبه برات، حالا خدا نکنه اونو رد کنه. از 2 یعنی 5 6 تا که رد میکنه دیگه وارد استرس میشه. چرا؟ چون دیگه حسابت داره میرسه اون درادم کلت که اصلا کلا حسابتو از دست بدی. اونجاست که دیگه روان اصلا میپاشه. اصلا خیلی سریع شما فکر کن مثلا یه فردی با استاپ 100 دلاری کار میکنه، یک دفعه میره استاپش میشه 2500 دلار. خب این اصلا روانش مگه میتونه تحمل کنه؟ طرف میره رو ریوارد یک میبنده مثلا، یا میاد تو ضرر سکته میکنه. ببین اصلا یه چیز وحشتناکی، اصلا ذهن شما آمادگی این هندلینو نداره و کلا تلست. یعنی شما من تریدرها دیدم که سالها با سبک فوق العاده خوب کار میکردن، به محض اینکه مارتینگل رو وارد سیستم معاملاتشون کردن به یک قمارباز تبدیل شدن که کل داراییشون دادن رفت. خب دقیقاً تو برای من افتاد. من علاوه بر این که ببین آخر الان میتونم دیدی یه جا نخو میکشه همینجور میاد میگن تا آخرش، دقیقاً همینه. یعنی شما هیچ وقت دلت نمیاد شما علنا ذهنی رو کاغذی میگی خب من برای خودم 6 تا استاپ میذارم، لوپم 6 تا میکنم، میگم آقا اگر تا 6 تیپی نگرفتم ریست میشه، میام بیرون، میام از اولین استاپم شروع میکنم. ولی واقعا اینطور نیست. یعنی باید توش قرار بگیری. شما وقتی هر چی بیشتر از دست میدی میره جلوتر، برای شما سخت‌تر میشه رها کردنه. خب و میگی که نه من مثلا حالا که تا اینجا اومدم یک دیگه بزنم بیا همه رو برمیگردن سودم میکنم، میزنی دوباره استاپ. ببین هر چی جلوتر میری دیپتر میشه و این حس نمیذاره که تو بیای بیرون. هی میگه آقا یکی دیگه و همینجوری بود دیگه. دوستمون باور کنه بگم مثلا شاید سخت باشه طرف ماشینشو فروخت، خونه‌شو فروخت، پول، یعنی طرف به امید اینکه برگرده. خب و خیلی وقتی این اتفاق نمیفته. چون تو هر چقدر که از اون میره استرست بالاتر خرابتر میکنه. ببین مثلا من خودم چیکار کرده بودم، اومدم گفتم آقا من بیام مثلا اون کار میکردم، فکر میگم 1 سال بیاد زیر 2 سال بود فکر کنم. مثلا من گفتم بیام استیتمنتم بررسی کنم، میگم من مثلا دیگه استاپ تو بدترین شرایط دیگه استاپ بیشتر 4 5 تا ندارم به فرض مثال. خب من میام پس مثلا یک همونجوری آقا 6 تا استاپ که من بیشتر نمیخورم که. خب من کل بلایی دارم به اندازه مارتینگل 6 تاییشو حساب میکنم، استاپ اولام با اون تنظیم میکنم و به همون و من خیلی حساب بزرگ کردم. خب خیلی حساب بزرگ کردم، سودای خیلی بزرگی گرفتم ولی در نهایت اون پول سودا رو که از دست دادم میشه کل پولم از دست دادم که پول خیلی کوچیکی هم نبود. حالا چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که به مرور اوایلش اینجوری نیست. اوایل تیپی میگیری ذوق می‌کنی یا خیلی حالا استاپ هم میگیری میگی خب جای جبران دارم، یه جور ترس شما از استاپ خوردن رو میریزه دیگه، اون ترس نداره. حالا من چه اتفاقی افتاد؟ بعد از یک مدت که اینجوری سود میگیری، همون چیزی توضیح دادم دیگه، دوست نداری اوایل تیپی بگیری. یعنی من تو چه شرایطی 4 تا استاپ بیشتر نداشتم پشتم کانسکیوتیو، در زمانی که من تحلیل میکردم، تحلیل درست میکردم، با احتیاط وارد پوزیشن میشدم، اون اتفاق میافتاد. ولی وقتی شما دوست نداری دیگه میگی اصلا 2 تا اولو اصلا میزنم یا تیپی شد نوشجوری هم نشدم بهتر میره بعدی. و اونجاست که فردی که فکر میکنه مثلا میاد مثلا 4 تا بیشتر نداره، یه دفعه میره رو 7 8 تا کانسکیوتیو استاپ، اصلا کلا روان به هم میزنه و کل حسابو من اونجا از دست دادم و خوشبختانه دیگه همونجا متوجه شدم. و دیگه از اون سال به بعد طبعا میشه گفت شاید 6 سال از اون 6 7 سال از اون زمان میگذره من دیگه اصلا سمت اون قضیه
نرفتم و دیگه اصلا از این سیستم مدیریتی استفاده نکردم، چون که دقیقاً میشه گفت عین شرط بندیه و اصلا خروج جالبی نداره. من کسی ندیدم که بگه توی موندم، دیدم افرادی که سود کردن ولی با سودش با اصل پول دوباره برگردوندن. خب ببین شما اینو متوجه بشی، ببین اصلا من که به خاطر سبکش که نمیخواستم استاپ رو قبول کنم رفتم سمتش، ولی یه بعضی الان شاید این مدل ببینم بگن مثلا سبک ما اصلا طوریه که مثلا ما وین ریت نداریم. ببینید شما اگر وین ریتتون پایینه، خب نباید بیاین دنبال مارتینگل که اینو پوش کنید. بیاین بگین خب من وین ریتم 20%، من هر دفعه 5 تا استاپ میگم یه تیپی میگیرم، پس با این روش میام. شما باید سیستم به قول معروف که تریدتون رو درست کنید، سیستمش رو درست کنید، نه اینکه بیاین با یک به قول استراتژی شرط بندی خب وارد کردن بیاین اون رو به قول معروف یه کاور بزنید روش اون رو پوش کنید. این کار بدترین کاری که میتونید انجام بدین. اتفاقی واسه خودم افتاد دیگه، خدا نکنه یک بار مزه اون پولای بزرگ بیاد یه زبونتون دیگه، شما میگید من یه در مارتینگل میکنم میره تو پله ششم چه پول بزرگی میگیره، اصلا دیگه میای روی میگه بزنم فقط الکی وایسه بزنم یه استاپی بگیرم که بره اون تو لوپه بیفته. این خیلی خیلی کشنده است، اینو حواستون خیلی باشه. خب یه جمع بندی کنیم ببینیم مارتینگل کلا اگر علاقه دارید اگه به قمار علاقه دارید چیزی واقعا جالبه مارتینگل تو این بازی، میتونید با استاپ کوچیک بزنید دو برابر کنید تا اینو به قول انجام بدید. ریسکیه دیگه، با استراتژیتون همینجوری بزنید، ریسک هیچ فرقی نداره. ولی اگه واقعا به بازارهای مالی و ترید علاقه دارید، حالا اصطلاحا من خودم اما اول ویدیوم ببینیم که مدیر سرمایه استراتژی شرط بندی از اینا استفاده کردن، اصلا اگر شما حتی آدم با دیسیپلین باشین همه چی رو ازتون میگیره، به دلایلی که بهتون توضیح دادم. استراتژیتون نابود میکنه، مدیر سرمایه‌تون نابود میکنه، سایکولوژیتون نابود میکنه، کلا هر چیزی که زحمت کشید تو ترید به دست بیاره، هم تو بخش به قول معروف تکنیکالش هم تو بخش سایکولوژی، همه رو ویران میکنه و وقتی هم که شما ویران خیلی سخته دوباره بتونید برگردید. خب یعنی ما باید تو بازار قبول کنیم که ضرر هست. شما وین ریتتون نباید اگر ریوارد حالا 2 کار میکنید دیگه نباید وین ریتتون زیر 50 باشه. اگر مشکل دارین برین استراتژیتون درست کنید، ببینید من کجای کارم مشکله. شاید اصلا همونجا مثلا استراتژیتون مشکل نشه، سایکولوژیتون مشکل داشته، دستی میبندید به طبق ستاپتون ورود نمیکنید که اینو با ژورنال نویسی به صورت کامل حل میشه. بگردید دنبال مشکلاتتون، دنبال میونبر یا راه فرار نباشید اگر میخواید تو این بازار باقی بمونید و یک تریدر خوبی در نهایت باشید. اوکی، امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی، نظر چیزی دارید بپرسید، من در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.